یک کسی نیست که برش بگوید دلیل در غزنی اولیاست. تو به امی ولی را بشناس، امی تو ولی را برای ما معرفی کن. کدام ولی است؟ کدام وحید بری تو تعیین کرده که فلان ولی است؟ ایده کی میگه که ولی است؟ او صحابه که پیغمبر شایدی میده که جنتی است و نص که احتمال کذب نداره، او سرزمین سر عرش بالا نیست. ولی که تو کدام ولی؟ در افغانستان ولی کی بود؟ هزار نه پوش پلاستیک جمع کو، نه وضو نه نماز نه هیچ چیزام نه، زنام تیر میشن اعوذ بالله لچ. اینمی ولی است به نزد افغانستان. خیر غزنی پر از اینمی دیوانا بود البته کی طور میگه برش قهر آدم هم میاره. ببینه این ملت بین این مردم نشسته، تعظیم پیرش است، مرشدش است. اوه مرشد است. و هو القاهر فوق عبادی، الله زبردست غالب است بالای بندگان خود، امو رقم که لایق شان الله است. و هو الحکیم الخبیر، الله صفت حکمت داره، حکیم است، یک امرش خالی از حکمت نیست. الله اکبر. یک صفت الله را آدم بشناسه مکمل مسئولیتی در شناختی. الله حکیم است. ما انسانم امیطور هدر بیفایده پیدا نکرده، دهی هم حکمت است. چرا برای ما اختیار داده، چرا برای ما عزا داده، چرا برای ما همه چیز ما مسخر ساخته. آخر ما خواهم یک مسئولیت باید داشته باشم، یعنی که ما فقط بخورم بنوشم، مست زندگی کنم خلاص؟ فرق ما و یک حیوان چی شد؟ الخبیر خبردار است الله متعال، همه رازها را آگاست. مصلحتی که در کدام جای نهفته است به الله معلوم است. قل بگوی پیامبر علیه السلام ایو شیء اکبر شهادتا، میگه شما برای ما کدام دلیل توحید خود پیش نکرده؟ بلا بالای صداقت و نبوتی خود چی را پیش کرده؟ مشرکین آمدن به پیامبر علیه السلام میگه میگه شما کدام دلیل نداره؟ الله به پیغمبر خود میگه تعلیم میده برش، بگو به این مردم لجوج، این مردمایی که لااقل امی قدر آماده نیستن که مطالعه بکنه حالات زندگی تو را، شخصیتی تو را در زیر بررسی قرار بده که آدم کدام آدم بود از 40 سال قبل، از این آدم یک دروغ دیده یا ندیده. اگر الله قرآن روان نمیکرد، هیچ معجزه دیگر الله روان نمیکرد، خود شخصی پیغمبر چی بود؟ دلیل برای نبوتش بود، شخصیت پیغمبر خودشانی را تصدیق میکردن. قل بگوی پیامبر علیه السلام ایو شیء اکبر شهاده، کدام چیز خیلی بزرگ است از روی شهادت؟ گفتم ایتونه قل الله، بگو الله شهیدی میده، شهید بینی و بینکم، شاهد است بین ما و بین شما. امی آیات امی قرآن که در زبان ما جاری است، با انواع جنگا آماده است، خدا قتل میکنه، او امی قرآن براتون چیخ میزنه، صدا میزنه که بیای این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. شما فصیح بلیغ هوشیار مردمای خیلی ورزیده، هو شعرایتان هر کس شعر میگفت نوشته میکرد در در کعبه آویزان میکرد که کی مقابل از این شعر آورده میتونه. اینطور زمان بود. بیارید دیگه یک آیته. الله اکبر. خب معانی دین ضدیا، مردمایی که ضد داشته باشن نه و آماده به مطالعه، به تحقیق، به بررسی، به این گپا نمیباشه و همیشه راه انتقاد در پیش میگیره. او نمیگه که تو چی کار کردی، چقدر مفید است، نه. و اوحی الی هذا القرآن، برای ما وحی کرده شده اینی قرآن. این قرآن برای چی آمده؟ برای ازی آمده علی. و اوحی الی هذا القرآن، این قرآن برای ما وحی کرده شده که از حرفایش ثواب بگیریم، هر روز تلاوت بکنیم، توتیواره فقط الفاظ مرتب ذکر بکنیم که ثواب بر ما بیاید، یا آیت الکرسی نوشته شود در سری مرده وار شود، یا در شناختن قبر سوره اخلاص نوشته شود، یا ولا تقولوا لما یقتل در بیرق نوشته شود. کدامش؟ به این خاطر آمده قرآن کریم در اسقاط بمان که فدیه نمازها روزه ها انجام نداده قرآن فدیه شود. کسی که گناه کرده قرآن فدیه شود، نماز نخونده قرآن فدیه شود. الله اکبر. عقل انسان کدام طرف میره؟ شما ببینید چقدر حالاتی خراب است این وطن. نه قرآن آمده برای چی؟ لانذرکم بهی، که شما را بیم بدم به وعده های عذاب قرآن کریم. قرآن کریم یک طور منظرهای هولناک برای ما پیش میکنه. این منظرهای هولناک، الله اکبر، اگر این منظرهای هولناک انسان در پیش روی خود بیاره، فکر بکنه که امروز من وفات میکنم، میرم این امروز مرگم است،
فکر بکو قبرتا، فکر بکو آینده تا. خلاص قرآن برای بیم دادن آمده. اینجا تنها بشارت ذکر نکرده به خاطری که اهل مکه بود، مشرکین بود، در مقابل مخالفین بود. از او خاطر میگه لانذرکم به، که من شما را به کمال دلسوزی بیم بدم شما را توسط قرآن کریم. وظیفه قرآن است. مردی را که میبینی در معصیت مبتلا است، عذابای الله را برش بشنو. برادرای تبلیغ ما فقط وعده ها را برای مردم میگه، بشارت ها را. انذرکم نیست، وجود نداره. خوب کار است، اما دین تکمیل نمیشه. منکر منکو، تنها به امر بالمعروف پای دین تکمیل نمیشه، نهی عن المنکر هم داره. و من بلغ، که ما بیم بدم کسی را که میرسه به کسی که قرآن برسه، کل گیره. این دلیل ختم نبوت است. تا روز قیامت قرآن که به هر کس میرسه، پیغمبری از اوست و دیگه پیغمبر آمدنی نمیتونه. حجت تکمیل شده. اینکم لتشهدون، آیا شما شاهدی میده؟ پس از این اثبات شهادت که مستلزم چیست؟ توحید است، صداقت نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. آیا شما لتشهدون شاهدی میده ان مع الله الهه اخرى؟ بازم شما میگی که امر الله معبودای دیگه است، متصرفین دیگه است، حاجت رواهای دیگه است، تقسیمات امراض کرده، در کدامش علایده میره. خب قل بگوی پیامبر علیه السلام، اگر این مردم از دستی که در ضد گیر آمده خامخا شاید بخیزه، بگوی که بله من خو میگم. ضد شما میفهمی؟ ضد نمیفهمی. ضد چی را میگه خبر داره؟ میگه بره مولوی صاحب سعی کنه که قرآن کریمش غیر از قرآن کریم ما و شماست. مقایسه کنه، گفتی کدام قرآن دیگر آورده گفته رایسته. در ضد که آدم گیر بیایه. یک نفر قدمت چی کرد؟ من گفتم سایکو الله متعال ما را مامور نساخته که تابعداری یک شخص بکنیم، دلیل نداریم غیر از رسول الله صلی الله علیه وسلم. بله اشخاص دیگه الله متعال در امت علما را پیدا میکنه، حیثیت گروپ داره. گروپ روشن ساخته بری تو روان هستی. زمانی که گروپ گل شد، آلی او گروپ دیگه داغ از طرف از او روشنی میریم. علما نمیتونه حیثیت داره. همیشه گروپی از یا روشن نیست، این را بدانید. گروپی کی روشن است همیشه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. او خطا نمیشه. چی میگه برای من بالکل کمی امام وحید دوزخ برای من قطش میرم. من گفتم بس این میگه کافی است. پرستش کدام شاخ نداره، پرستش کدام چیز دیگری نداره. اینی چیز بگه پرستش است. گفت من دیگه شا نمیفهم که امام حنیفه در جهنم برای من قدر جهنم قطش میرم. امی قدر محبت از کجا پیدا کردی؟ به خاطر چی؟ به خاطر چی محبت قطش داری؟ اگر به این خاطر که خدمت دین نکرده، خب به هزارها عالم دیگه هم کرده، چرا او را هم دوست داشته باشی؟ انصاف تقاضا از این داره. الله اکبر. این مردم میگه ضد و عناد، ضد و عناد. الله متعال میفرمه اگر شاهدی دادن از روی ضد و عناد، گفتن که بله امرای الله معبودای دیگه هم است، مثل که آل معاندین میگه بله الله اولیا را پیدا کرده متصرف است، اولادم داده میتونه، شفام داده میتونه. الله برشی قدرت داده. میگه نمیگه پا قل بگه پیامبر علیه السلام لا اشهد، شما خو بده من خو شاهدی نمیدم. قط یک ملا جری بحث ما بود، ما کم بود که نیت سعی که اولیاء اینطور است، که زیارت های اینطور است. آخر که نشد ما گفتم برو ای مولوی صاحب تو میدانی زیارت از پیشش طلب کو، طواف کو، نظر کو، ذبح کو. ما میدانم اللهیم. ما خو قطع شاهدی نمیدم که زیارت اینطوره. وی چطور گپا گفتی؟ ما گفتم تا دیده خو اینه میره گپا تو میگی. سر ما اصرار داری که زیارت این کارا میتونه. خیرمو نصیب تو، ما الله میدانم. ما خلاص مشکل برام میاد به الله واس میدم. ما خو میگم مشکل کشه الله است، تو میگی زیارت برو، تو میدانی کاری. هیره این گپا چرا برای ما گفتی؟ تو ما گفتم مرد سعی کو جنگ قدم داری که نه زیارت کارا رو میتونه. الحمدلله علی خم واحد است. گوی کمی مرا میبینه خنده میکنه. خب ما گفتم چطور است؟ در زیارت امروزم میری یا نمیری؟ باز چی میگه چقدر جاهل بوده. هیچ نمیفهمیدیم. او برادر ما گفتم اینجا الله متعال پیغمبر همینطور میگه اگر یا گفتن که امرای الله الهه دیگه است، تو برش بگی که لا اشهد ما شاهدی نمیدم، شما میدانی بتایتان، ما میدانم الله. بری شما تا بتا
مردم ها مرا میگه که دوره اسقاط یک مناظره کشم مولی صاحب. چرا مناظره کردن در دوره اسقاط؟ چی ضرورت دارم؟ ها؟ برای مرده خود 2 روز بگذاره، 2 روز دور داده مردم ها عرق بکنه، در یخی از سردی پایک بزنه. یا اینمی دوره خود کرده بره، ما چی کنیم؟ ما در این مسئله ما مناظره قد کسی نداره. نوش جانشان بدعت میکنه. مناظره ما در عقیده است، عقیده که ملت گمراه میسازه، ما قطش مناظره و بحث داریم. در غیر از این گپا را بکنه، ما نمیکنیم، ما بکنه چی کنیم شد؟ قل بگوی پیامبر علیه السلام انما هو اله واحد، یقینا معبود متصرف کارساز حاجت روا مشکل کشا، واحد یا اله واحد، یک الله هست، یک الله است، دیگه اله موجود نیست، قابل پرستش بندگی احد دیگری نیست. و اننی بریئم، آدم که وقت اعلان بیزاری میکنه زود نگه که من بیزار هستم، نه، بگو من بیزارم تا از مشرق تا مغرب هستم. اینجا مد است، مد میفهمی، تجوید خوانده. و اننی مخو بریئم مما تشرکون، بیزار هستم از آن چیزی که شما امروی الله شریک جور میکنه، بالکل بیزار. توبه طرفش نمیم، شما و امی مجاورا. الذین آتیناهم الکتاب، دلیل نقلی. الذین کسانی را الله میگه که ما دادیم الکتاب، کتاب تورات انجیل، یعرفونه میشناسه، صداقت نبوتی پیامبر علیه السلام، توحید، کما یعرفون ابناهم، مثل که اولادای خدا میشناسه. خب میشناسه که حق است. شما باور به الله بکنی پیغمبر علیه السلام هم خوب میشناختن که دعوایش حق است. اخنس ابن شریق، ابو سفیان، ابو جهل، یک روز هر کدامشان میرفتن صدا و زمزمی قرآن کریم سخت خوششان میآمد، یا میفهمیدن که گپا حق است. ابو جهل باز اعتراف کرد که ما تعالی را سر به بنو عبد مناف تا نکردیم، حالی چطور از ما پیغمبر باشه از ما نباشه؟ عرصه شان رفت، خود شب تاریک است، در پشت سری اتاق غرفه پیامبر صلی الله علیه وسلم که قرائت بشنوه. کیستی؟ تاریکیست. وی ابو جهل، ابو سفیان، امی سردارای امی قریش. یکی دیگه خدا ملامت کرد، سیکو وجه دشمنی میکنیم اینجا میایم، خیر دیگه نمیایم. شب دیگه کی رفته هر کدامش گفته که دیگه نمیانی، باز آمد. چرا هر کدامش فکر کرده که دیگه خود تعهد کرد نمیان، باز تاریکی جمع میشه عرصش. باز ماید خود یک گفتگوی قوی میکنه که اینا سعی کنه، خیلی ملامت هستیم، خیر او چه دشمنی میکنیم اینجا میایم قرآنش هم میشنویم. شب سیوم که رفته هر کدامش باز گفته که این شو هیچ کدام نمیانه، هر کدامش رفته 3 شو 3 شو برای شنیدن قرآن. امی سرسخترین دشمنای پیامبر میرفت، سرسخترین دشمنان. ابو جهل میگفت به الله، او به رب قسم میخورد که دعوت ازی حق است، لیکن من از روی ضد و عناد نمیپذیرم. امروز هم امطور ابو جهل صفتا وجود داره، به الله قسم امیر رای حق اینطور میشناسه که پرسان نکن. خو عناد داره، ضد داره، نکن عناد و ضد. الذين خسروا انفسهم، کسانی که در تاوان انداخت نفسای خدا، تمام عمر، تمام محنت و تکلیف مشقت خدا، کل شهر نعوذ بالله با بیراحت تر کده، با دشمنی دین تر کده، با جای از اینکه یکمی فکر میکرد، سنجش میکرد، لا اقل در مرحله اول در جستجوی حق طلبی میشد. نه این مردم ها تمام قوت و قدرت خود در مخالفت دعوت حق مصرف کرده. پس از وقتی که کل مردم اراده زیره داشته باشه که کلی توانایی ما در مقابل دعوت حق باید مصرف کنم که حق پیروز نشوه، فهم لا یؤمنون، این مردم ها ایمان نمیاره. کسی که پاچه را بر زده، دامن را چی کرده، در کمر بسته کرده که ما مقابل حق بکنم، او ایمان نمیاره. پیغمبر علیه السلام الله تسلی میده، پیغمبر سخت حریص بود که کلانا ایمان بیاره. چرا؟ دروازه بند بود، دروازه. کل قبایل عرب منتظر بودن که امی کلانا قد پیغمبر چی میکنه. لیکن الله متعال پیغمبر میگه امو اشخاصی که کل عمر محنت و زحمتش قوت خدا در راه چی مصرف میکنه؟ مخالفت دین و ایمان نمیاره.
و من اظلم ممن افترا، کیست خیلی ظالم از او کسی که جور میکنه علی الله بالای الله، کذبا دروغه، در مورد معبودایشان تاویلات باطل میکردن. تاویل باطل خو بشناسه، گفت ما خیر الله نمیدانیم بلکه ای خو شکلای ملائک است. و زعم و گمان مشرکین مکه‌ای بود که ملائک دختراست، از او خاطر بتا را به شکل دخترا جور کرده بود، لباسای یا رختای دخترا را سرش میپوشاند، لات عزا منات کلش نامای دختراست. گفت ما وقتی را پرستش میکنیم، نظر و نیاز میکنیم، طواف میکنیم، سجده برش میمانیم، ملائک خوش میشه. چرا کی؟ عکسای از واس، تصویرای از واس. وقتی که ملائک خوش شوند، ملائک امو مخلوقی است که الله کل اراده ها امور برش سپرده، بسیار نازدانه است. پس زمانی که ما اگر به عذاب روبرو میشیم، ملائک فرد استاد میشه که ایره نمیمانم، به خاطری که تصویری مرا احترام کرده بود. و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، عینی الله ندانستشانه. امروز همی تاویلات، همی کسایی که دعوت به شرک میده، نعوذ بالله، ملاهای مزخرف میکنه، پیرای مزخرف میکنه، سیدای مزخرف میکنه، میا و پاچا صاحبای مزخرف میکنه، کل گیره نمیگم من. و کسی که موحد است الحمدلله، اینطور کسی موحد شده که پدرش مکمل پیر است، خودش مبارزه علیه پدر خود داره، درک ده حقیقت زنجیرها را میده کده. مثل ابراهیم خلیل الله واره، پدر ابراهیم چی بود؟ پیر بود. پیر آذر خبر داره؟ پیر بود. پیر بود، مردم تعظیمش هم میکرد، خانهش پر بود برای کی؟ آذر. ابراهیم خلیل الله، آهو یم انسان چطور به این سجده بکنه؟ چرا؟ کتاب شیخ محمد که استاد داعی نوشته کرده، امو آخری بگوی حالات خودی داعی شب که از خود نوشته کرده، او را مطالعه بکنی که چی میگه، در کدام خاندان پیدا شده و چرا اینطور راه را گرفته. شما اونجا مطالعه میکنی که راه حق باید انسان انتخاب بکنه بره. امروز هم تاویلات میکنه. چی میگم؟ ما زیارت مستقل نمیدانیم، ما ایره چی میکنیم؟ رویدار جور میکنیم، یا دوستای الله است، به الله نزدیک است. سند داری؟ بیار که دوستی الله است و به الله نزدیک است، بده سند. این خوب به وحی معلوم میشه، بده سند. خب خیلی خوب، یا دوستی الله ثابت شد که دوستی الله. رابطه تو با این زیارت چی است و با الله چی است؟ رابطه تو با الله خیلی زیاد است یا به زیارت زیاد است؟ برام بیان کن. مهربانی الله خیلی قوی و بزرگ است یا نیک از زیارت بزرگ است؟ کدامش؟ معرفت تو با الله خیلی زیاد است که الله تو را خوب میشناسه یا زیارت خوب میشناسه؟ کدامش؟ بگو برام. گیره میگه تاویلات فاسده. مشرکین مکه این قسم تاویلات میکرد، امروز هم امو تاویلات میشه، امو تاویلات. مردم دعوت به قبر پرستی میکنن، نعوذ بالله. و من اظلم ممن افترا، کیست خیلی ظالم از او کسی که جور میکنه علی الله بالای الله، کذبا دروغه، میگه یا نازدانای الله است. الله برای از یا تصرف قدرت داده، بخشش کرده، دروغ جور میکنه. او کذب بیااتی، یا تکذیب میکنه دلایل توحید الله را که در قرآن ذکر میشه. قرآن میگه لله ما فی السماوات و ما فی الارض، در اختیار الله است. او تو میگی در اختیاری شاهد شمشیر علیه الرحمه است. این گپا را میزنی. انه لا یفلح الظالمون، قانون الله است، شان سخن است که کامیاب رستگار نمیشه. از ظالمون المشرکون، کسایی که امرای الله شرک میکنه. اینجا ظالم به معنی مشرک است. کسی که به امرای الله شرک میکنه قطعا کامیاب نمیشه، رستگار نیست. و یوم نحشرهم، آلی خویا خیلی زیاد میدوه، گاهی نظر بنامش میکنه، گاهی اونجا مولیده را میبره، گاهی پاکت چاکلیت در سری قبر مانده را ایسته، بسیار تعظیم برش داره. اونجا که میره سری خدا پرت میکنه. نه میگه باز چی میگه؟ زور زیر ما دیده. زور زیر خود دیده ای، تو خود مشرک هستی، از او خاطر زورش دیده ای. حضورش به موحد نمیرسه. تایرای موحد پنچر کرده نمیتونه. براتون گفتم نه، در تگاب میرفتیم از زمین سوریبی که تیر شدیم از پلو طرف، اونجا که پس در آدم برابر میشه، اونجا لبی سرک یک زیارت است. اما دریور مرا گفت که هر کسی که اینجا دعا نکنه تایرش پنچر میشه. تاش ما گفتم جلوه دست گرفتم، ما دعا نمیکنم باز تایر پنچر شود. که تیر شدیم که سعی میکنم پشتی سر این در خانه رسیدیم، موتر استارت شد. گفتی خب پنچر نشد. ما گفتم از شما وارد ضعیف العقیده پنچر میشه، ما موحدین این مردم ها زورش نمیرسه. دوڑی خوراره امروز برشی گپا را میزنی.
سبا باز چطور میکنه؟ و یوم نحشرهم جمیعا، الله اکبر، منظری بزرگ هیبتناک الله در دنیا برای ما تقدیم میکنه. الله چقدر رؤوف و رحیم ذات است. به این خاطر که بنده ما همو حالات هیبتناک در پیش روش بیا هوشیار شوه، بیدار شوه، مبادا این شرک نعوذ بالله روحش برای. و یوم نحشرهم جمیعا، روزی که جمع میکنیم تمامی را، تابعین، متبوعین، پیرا، مریدا، ملاها، شاگردا، کلگی را. ثم نقول، بعد از میگیم للذین اشرکوا، برای کسانی که شریک جور کرده بودن نعوذ بالله به امرای الله، کسی را متصرف، کسی را حاجت روا، کسی را مشکل کشا به امرای الله مقرر کرده بود، برش گفته میشه چی میگه؟ این شرکاکم الذین، کجاست مشرکایتان که شما بوده کنتم تزعمون که شما گمان میکرده، حقیقت خو نداشت خو لیکن شما گمان میکرده. کجاست که شفاعت براتان بکنه، شما را اعتماد سرش داشته که همیا ما را خلاص میکنه، یا خیلی رویدار است نازدانه؟ داد الله نازولیدی. در پشتو چی میگه؟ داد الله نازولیدی، این نازدانای الله سیر اینطور نگو. خب همون نازدانا کجاست؟ ثم لم تکن فتنتهم، باز نمی باشه عذری از یا بهانه از یا دلیل از یا کلی معنا سیسته. دیگه ترجمه، ثم لم تکن، بعد از اون نمی باشه فتنتهم، عاقبت بد شرک از یا، فتنه شرک میگه، عاقبت بد شرک از یا، مگر این که خودشان اظهار حالی چی میکنه؟ نفرت میکنه. چی فریاد میزنه؟ چی میگه؟ الا ان قالوا، میگه چی میگه؟ والله ربنا ما كنا مشرکین. بدبختا فکر میکنه که خلاص میشیم با بیقدر. قسم به الله، اوتر الله ربنا که مالک متصرف ماست. اینجا خب مالک متصرف الله را نمیدانست، کی را میدانست؟ بگوه مادر میشه بچم زنی تو الله نزدیک است، خیرت است مادر، همین مایش است، بندش پخته کن. از کجا پخته کن؟ پیش فلان آقا بره، فلان آقا. اون مادر بند چی رقم پخته میشه؟ اونجا برو از آقا صاحب یک چیزی بند برد میده. وی حالی چی کنیم که نمیاریم؟ چی؟ زایه میشه، زایه. 2 دانش زایه شد. نه بند ناوردی زایه شد. بند ناوردی زایه شد. سبب بقای ما و شما بنداست. از چینایار هم چون که بندایش بسته میکنه. کدام آقا اوجاست؟ کدام ایشان هست یا نه؟ وجود داره یا نداره؟